بعد چی کار کنیم؟ بعد چی کار کنیم باش جوری کنیم. چه جوری؟ اینجوری بیا بری؟ بفرمایید. زیاد خیلی زیاد میشه. بگیره که زیاده. کمکم کنم. بفرمایید. اما قسمت رو در یک اپیزود یک ساعته بفرمایید خانم هانا. شکرشم میریزیم. گاهی هم خرابکاری. دیگه چی میخواد مامان؟ چی شدی؟ وای دستمال گذاشتم اینجا برا اینا مال دستت پاک کن. بریم بقیه کار رو انجام بدیم. هانا خانوم الان باید چی کار کنیم؟ برداریم بریزیم توی مایتابه. به به چه پنکیک خوشمزه و خوشگلی بشه. یکی دیگه بریز. همون داستان تکراری اختلافات مذهبی. بسه الان بره. باید صبر کنیم تا بپزه. الان دیگه بسه هانا جان دیگه بسه مامان. یکم صبر کنیم ببینید چی عذاب در میاد. پنکیک هانا خانوم ریخته توی مایتابه به روش خودش. قربون تو برم من. پنکیک میپزی. وای وای به پنکیک شکل داره خوشمزه شده. وای عالی. این هم پنکیک هانا خانوم. خیلی سرخش نمی کنیم چون که سرما خورده سرفه میکنه. دختر خوشگلمون. یه دونه مادر بریزه. ببین چه جوری پنکیک درست میکنن. اینجوری خوبه؟ خب بعد از اینه که درست کردم یکی تو بریز. الان نباید بریزه این خراب میشه. آره باید حرف گوش کنی. میریزی الان صدات میره توی فیلم. بعد بچه ها که میخوان پنکیک درست کردن و یاد بگیرن میگن چرا هانا خانوم گریه میکنه. هانا خوشگله چرا گریه میکنه؟ به خاطری که صبر نداره که پنکیک درست شه هانا خانوم و خراب میشه. دیده خراب شد. خودت خراب کردی. خب تو عجله کردی. من خراب کردم ببخشید. بله یه دونه من خراب کردم. من خراب نکردم. نه عزیزم شما خراب من خراب کردم ببخشید. قربون نوه گلم برم. خراب کردم. خب الان یه دونه بریزیم با هم بریزیم که خراب نشه. خب تو هم هی نق نزنی که خراب نشه. اینم میذاریم اینجا. یه دونه دیگه میریزیم که قول بدیم خراب نشه. پس رو همین بریز. خب بیا بریز. رو همینجا بریز. برو. با این دیدگاه و پیش‌زمینه خلافت فاطمی که مذهب اسلامی داشتن روی کار میاد. چقدر خوشگل شد. تخمقم. اینه تخم مرغ شد. وای پنکیک تخمقم. پنکیک تخم مرغی شده. وای پنکیک تخمقم. تخم مرغ. پنکیک تخمقم. چی شد الان؟ تخمقم.
پنکیک تخم مرغ. عزیز ماما. تازه بعد از اینها بود که خلافت فاطمی هم شکل گرفت. آه سوخت. آه دوباره خرابکاری. چرا؟ چقدر خرابکاری میشه هی. الان برای گلوت بده سرما خوردی. لشکا اسکالیپ مادر حواسش به فیلم گرفتنه هی خرابکاری میشه. اسکالیو اسکالابا خب اسکالیو. اینا رو میریزیم اینجا نمیخوریم تا یه دونه پنکیک سالم درست کنیم. صبر کن خلاصه اینکه قرمطیان و باطنیان و اسماعیلیان خب یکی تو یکی من. بده پلیس اینجا سئول کره جنوبیه. من و نوام داریم با هم خرابکاری میکنیم. مامانش هم رفته مدرسه. آرینی جیب. میخوایم ببینیم این یکی پنکیکمون چه شکلی در میاد. چه جوری در میاد. بسوز تو رو خدا. رو خدا بخدا نشد. رو خدا نمیشه آخه. آه. خب دیگه بسته پنکیک درست کردن تا بعد. خدا نگهدار. هانا بگو بای بای. بای خدا نگهدار. قربونه تو به کره‌ای بگو خدا نگهدار. بای بای. کره‌ای. 안녕하세요. بالاخره چیکار کردیم؟ یه پنکیک سالم درست کردیم من و هانا که نسوخته باشه. پخته شد. خوشمزه است؟ آره. الان هانا این پنکیک رو مادر بخوره یا تو بخوری؟ همشون. مادر چی بخوره؟ همشون بخورن. مادر اینا رو بخوره که خراب کرده. هانا اینا رو بخوره. اینم پنکیک امروز ما. خیلی خوب بود. خیلی خوش گذشت. نوه منو حمایت کنین. مرسی.